هف هف. سلام خوشگله، من شاریکم. بذار خودم رو معرفی کنم. من قبلا یه سگ ولگرد بودم تا اینکه یه پروفسور دیوونه منو جراحی کرد و تبدیل به یه آدم کرد. میگی چطور این اتفاق افتاد؟ خب بگم برات. پروفسور فیلیویچ یا نمیدونم همچین اسم مسخره‌ای، یه جراح معروف منو از خیابون برداشت و تو آپارتمان مجللش جا داد. فکر میکردم وارد بهشت شدم. چطور بگم برات؟ یه عالم غذای خوشمزه با جای گرم و نرم، تا اون روزی که اون پروفسوره منو بیهوش کرد. با عمل جراحی غده هیپوفیز یا یه همچین چیزیه، یه آدم رو به مغز من پیوند زد. میگی بعد عمل چی شد؟ آروم آروم قد کشیدم، رو 2 پا راه رفتم، حتی حرف زدن یاد گرفتم. خیلی عجیب بود. ولی مشکل اینجا بود، من ظاهر یه آدم رو گرفتم ولی ذات سگم موند. با این ریخت آدمی زادی فکر میکنی چی کار میکردم؟ به جای اینکه ادای آدمای متمدن رو در بیارم، رافل ادرار میکردم. گربه ها رو دنبال میکردم. با اینکه دیگه شکل آدم بودم، دزدی میکردم. پول و جواهرات قایم میکردم. فحش یاد میگرفتم و به همه توهین میکردم. خلاصه خیلی حال میداد. ولی پروفسور داشت دیوونه میشد. اون فکر میکرد یه دستاورد علمی بزرگ کرده، ولی در واقع یه هیولای اجتماعی ساخته بود. من ترکیبی شدم از غریزه حیوانی، ظاهر انسانی و فرهنگ خیابونی. خب وقتی پروفسور فهمید من دارم تبدیل به یه انسان واقعی میشم، ولی خب از بدترین نوعش، یعنی چطور بگم، یه آدم چابلوس، دزد و فرصت طلب. اونجوری که من جامعه شوروی رو مسخره میکردم، خود شوروی داشت من رو تهدید به حساب می‌آورد. و در نهایت پروفسور مجبور شد عمل معکوس انجام بده و دوباره منو به یه سگ معمولی تبدیل کنه. خب حالا تو بگو، من حیوان خطرناکی بودم؟ یا اون جامعه‌ای که منو ساخته بود از خودم خطرناک‌تر بود؟ پروفسور واقعا یه نابغه بود یا یه دیوونه که فکر میکرد میتونه طبیعت رو عوض کنه؟ من شاریکم و این داستان واقعی قلب سگیه.